اگر اینا چی تقصیر دارن؟ این زنان چی گناه کردن؟ ای محمد سر تو بردار از زمین، بی کسی حال امت را ببین. پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب، رفتی و اوضاع امت شد خراب. کاروان امتت بی رهبر است، ای محمد پیکر ما بی سر است. چه وضعیتی است این امت امروز؟ مثل گرگ به جان هم افتاده، همدیگر تکه تکه و پارچه پارچه میکن به نام اسلام، به نام قرآن، به نام دین. منی که 15 سال 20 سال درس خواندم، زحمت کشیدم، والله قسم است که این جنایت ها در دین نیست و در اسلام نیست. اسلامی که ما را با رحم و شفقت و ترحم حتی در برابر حیوانات دستور میده، چگونه در برابر انسان ها؟ این چی ظلمی است؟ این چی بربریتی است؟ چی وحشتی است؟